صحنه را گرم سازیم ناشوری دل را نرم سازیم در سالی روزی سیاهی و هنرهای مردمی بیار چای را رز چای را برای دوستان بیار چای را رز چای را برای مخلصان برای مخلصان فراحت باشید ای دوستان ما در خدمت شمایان سرور لطیفه خانه مایان از دل و جان گیره چای را نوشه چای را در چای خانه ظریفان گیره چای را نوشه چای را در چای خانه ظریفان در چای خانه ظریفان خوش آمدید قدم‌هایتان نوری دیده تاجی سر واقعا قدماتون را خجسته میگوییم و اینک نمایش نوبتی چایخانه ظریفون را تقدیم از اداره جوانی ورزش و سیاحت تلویزیون تاجیکستان منظور شما میگردانیم. خوش آمدید. امروز در چایخانه ظریفون گروه ایجادی تصمیم گرفتیم که هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه رودکی را دعوت کرده باشیم و این لحظه آغاز صحبت ما از یک نماینده هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه رودکی، هنرمندی خیلی محبوب و دوست داشتنی که هر لحظه روی صحنه با شوخی های نمکین خود طبع ما را بالیده میگرداند، دعوت کرده می شود قادر رحیموف. خوش آمدید دکتر. خوش آمدید به چایخانه ظریفون. خب شما که ارباب هنر تاجیکستان هستید، امروز خیلی نسل جوان رو تربیت میکنید و چایخانه ظریفون با نسل جوانی که در شعبه فرهنگ ناحیه رودکی فعالیت دارند با کدام کلبار معنوی و چایخانه ظریفون تشریف آوردید؟ ما یک گروه جوانای باید 3 متر ها همینجا آوردیم. خوش آمدن، سلامت باشن. اینا من برای چی یک 4 نفر 5 نفر ویترانای آوردم که همین جوانای هم عبرت گیرن که هنر هیچ وقت آدم خار نمیکنن. بله. آدم فقط سایکل میدهد، دل فقط جوان، موی سر سفید، پیچه ها سفید، لیکن دل جوان میشه. برای همینم با شما رحمت میگوییم. سلامت باشن. من در چایخانه در وقتی رئیس بود محکم حاجی خروف اشتراک کردم. این اطلاع سمت دفته یه روز خانه آمده گفت که شما همین در کاره گفتم چه گفتی همین نقشی جوگیه بازی کنید. این من گفتم آخه من همین از جوگیه بازی کردن خودم جوگی شدم رفتم. هنرپیشه قادر رحیموف قصه کردن از این پای بودن ممکن است که انا همون تخلصی که با او عنوان کردند قادر جوگی محض سر زده است از نقش آفری در چی نمایش چایخانه. یعنی که ما امید بر آن داریم که در آینده همین گونه هنرپیشه ها که تا به امروز هستند از این چایخانه ظریفون که نو تاسیس است در آینده همین گونه هنرپیشه هایی که خیلی محبوبند با شوخی نمکین خود در سراسر کشور و بیرون از آن محبوب هستند باز همین گونه جوانان تربیت خواهند یافت. خب ظریفون محترم، چون چایخانه ظریفون است و هر لحظه تماشابینی که ما را تماشا میکند انتظار است که چگونه سرودهای شوخ می شود در اجرای ظریفون، در اجرای هنرپیشه هایی که به چایخانه ما دعوت کرده می شوند. این لحظه فرصتی آن رسیده است که رو بیاریم به هنرمندانی که میخواهند یک سرود شوخ و بیقرار را با نام ما اومدیم به چایخانه ظریفون در اجرای هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه رودکی با هم استقبال میگیریم.
ратататам, рататататататам, рататататататам, рататататататам. مخلصانی مهربان مهرتان در دل و جان مخلصانی مهربان مهرتان در دل و جان با شوخی ها آمدیم چایخانه ظریفان با شوخی ها آمدیم چایخانه ظریفان راتاتاتاتاتاتم 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 شادی و خنده باشد زیقی این گنده باشد شادی و خنده باشد زیقی این گنده باشد تینجی و سلامتی به هر یک بنده باشد تینجی و سلامتی به هر یک بنده باشد راتاتات راتاتم راتاتاتاتاتم 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 هنرهای ما چندین محفل را سازیم رنگین هنرهای ما چندین محفل را سازیم رنگین با رقص و حزل و شوخی لطیفه نمکین با رقص و حزل و شوخی لطیفه نمکین راتاتاتاتاتم 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 رونق به هر کارتان بخت و اقبال یارتان رونق به هر کارتان بخت و اقبال یارتان صلح و وحدت و دوستی دایم با شعارتان صلح و وحدت و دوستی دایم با شعارتان مخلصانی مهربان مهرتان در دل و جان مخلصانی مهربان مهرتان در دل و جان با شوخی ها آمدیم چایخانه ظریفان با شوخی ها آمدیم چایخانه ظریفان با تازگی ظریف برادر ما مهراب جان خانه‌دار شد. میدونم مبارک شود. برای سهریات در میخدادن خب یکی از سببهاش همین است. خب ولی سوال با میون میاد که خب مهراب جان خیلی پسر ظریف است، شوخ است. باید با هم بشنویم که اولین مرتبه وقتی که زیر چادر پیش گلعروس وارد شد سخن را از چی آغاز کرده باشد؟ این شرط است که در اینجا گفت دارم خیلی یعنی خب وقتی که اولین مرتبه با گلعروس زیر چادر وا خوردید با کدام سخن صحبت خود را آغاز کردید؟ من فهمیدم چی میگه اون سگ من گفت اگه راستی گفت من خودم نخوام گفت زنیفتم راستی گفت همین شب اول وقتی من در اومدم شب بود یا روز؟ شب روزانه بود همین در اومدم راستی گفت نمیدونم که از چی آغاز کنم از چی سر کنم بعد راستی گفت های آدمی است انسان شرم میکنن بعد قریب 1 ساعت 1.5 ساعت خواب بیستودیم خیلی بعد یک وقت گفتم بخیر من ساعت رو هرچنگی مرد است بعد خلاص گپ دادم بعد چی گپ داده بیاد بعد یعنی من گپ رو سعی کردم بعد گفتم که عروس همین کوکلوتا کی بفته گیه کوکلوی عروس گمان میکنم که به شما گفتند که کی بافته است. خب دلشاد رحیموف قصه خانه‌دارشوی رو با ما لطیفش رو میگوید. مرحمت. مهراب وقتی خانه‌داریش گاو زد با یادم یک چی اومد یک بچه کم نو زن میگیرن بچه یوش خیلی بچه یوش با وقتی بیرون میبره میبینه که اوتا و چش دستری کند نشسته چوی نشسته هم با طرف اوتاش تری میکنه اوتا اوتا زوره دا اوتا بکنه روسیگا اوتاش هم حیرون میشه که این بچه خیلی نبود این روسیگا داوی چیله ترسیده باشه این کسال چیده باشه خیلی میگه بچه یوش نه خلاصی که بعد یک دو سه روز میگذره شهبو خونه خوب میبره بیرون نگاه میکنه اوتا و چش دستری کند نشسته چوی نشسته هم با طرف اوتاش اوتا زوریه اوتا ای بیو پاس گره میگه اوتاش کارش میکنه این میگه جه بشین چی گپایی کنی گاجان اوی چی گپای اون خودم طرف اوتاش هم خیلی چی نهرمتی آخه چی گپای اون کسال شدی چی گپ شد کنی نقل کو میگه روسی گپ اوتا این زان چیزی زور بودای من نگفتی
خودم گیدالا 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 خودم گیدالا رفتم بالای گیسار دیدم دختری بسیار رفتم بالای گیسار دیدم دختری بسیار یک تاش روی مالی شال دار پنج زنه بهتر یک تاش روی مالی شال دار پنج زنه بهتر آها کنم چی کار کنم باز بدن گیدالا آها کنم چی کار کنم باز بدن گیدالا 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 خانم گیدالا 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 خانم گیدالا آمد آمد از غزل کدو آمد از گردن آمد از گردن کدو آمد از گردن توی یارکی من باشی خوش آمده مهمونو یک خرسک میزنیم خرسک خرسک سلامت باشید مرامت چای گرفتن گیره چای هاش یک لحظه اوزر همرا شد اوزر همسایه چی گفت اینه مهمونو همسایه چی گفت همسایه جو بیا اینجا همسایه بیا اینجا بیا همسایه یا همسایه جان بیا چی گپای همسایه این پوار که رنگ میره دیدم یک دنیا یک گلم مرغ داشتم همین یک تاش مونده بود یک تاش از کیم کدام ذاتی به تربیه هر روز یک چیزم گم میشود یک روز کلوچه هم گم شده است یک روز باید رشته هایم همه فلش کارت 8 گیگا داشتم 8 گیگا فلش کارت رو دوزید خونه همسایه بود است همسایه باشد حرفش رو کند فلش کارت رو بالا می خودش کردم من دیگر اون فلش کارت رو از کجا میابم نه من بیا من همسایه باز میشه واقعا بیا شما گوش کنه او وای کاری مرغ نیست گفته شما مرغی کارو نمیکنه کدام مرغ دیده شما با یک نول او کلوچه رو گرفته بوده همسایه بگه باندای پتینکر با فلش کارت را یگام مرغی کارو نمیکنه همسایه میدونه چی این کاری سگ چه کاری سگ همین سگ بینه که اگر همسایه خونه نباشه همین گرفته کلوچه رو خونه همسایه میره ای همسایه را گرفته خونه خودش میاره همین کاری سگ برادر یعنی اینکه وای کاری مرغ نه کاری سگ خب کن تو نزنه همسایه خاک من در وقتی عصبی هستم با این لقمه میپرتاید خودت میدونه که من در وقتی عصبی باشم چی کنم همسایه جان که واز میشه خاک کن که تو هم مثل مرغ پوست میکنم وزیر همسایه جان واز میشه اکی نصیب تقدیر که وای مرغ شما به فکرم مرغ نغز بوده به فکرم مرغ هر سر تخم باز در یک روز 3 مرتبه تخم میداد این سحر عبید خوراکی نصف شام داد انسان تخم میخوره چقدر کالری میگیره نه کاری برادر کاری مرغ نه کاری سگ فهمیده بخیا انا کام سا خونی من مهمون اومدگی مراوم آدمی مهمونان شما همون سگ بینه راستی گپ همون سگ گرفته یا بنده یعنی اینکه جنایتکاری اساسی سگ است سگ آدمی سگ شه مرغ به فایده کشته برادر با فکر مرغ نغز بود آواز نغز داشت هر سحر صدای بلند میبرآورد مرا بدار میکرد که به فایده هوا کشته همسایه این کاری سگ فهمو کاری سگ خای منش همسایه جون تشویش کردید اومده شما با مهمونا ششتن گیرید من خبر میگیرم در مهمونا مال خوب همسایه بملال مرغ نکشه با آدمی یا سگ مرغ را نکشه خای همسایه خای من بدو تو احمق من تو را دارم تو ابله تو کلوچ های مرا دوزیدی همسایه چیکار با تو رفتن همسایه چی گفتی بیارش همسایه تینجی چی گفتی باز میشه همون سگ بود است کاری سگ گفتم کوخی سگ همون سگ بود است میدونی چی نه شیدم سایه که باز میشه خیلی بیچاره حیوان اخی وای جاندار وای بی عقل شما باشه قطعی سگ سرگردان شده چیکار میکنه شما اکوای شما کار نکنه نکشه خیلی مونه کم فعل سگ همی موندگی روسیگا دارم ببینم در درون همون خونهش من یک خونه تختگی با اون گیرم سو وقت در زمستون خون نخورد گفته در درون همون خونه
فلش کردی هرچی گفتن کو در برای مرغ در دهنش خواهید ایسته بود رفت یک بار نه همسایه واز میشه همسایه اکی کرامت لو اکی کرامت لو بس هم میفهمونه همسایه میفهمونه شما اکی همه را جزیر کردی خیلی نمیشوقی هم مرده کلون اکی وایستگ خوش شما را گوش میکنم چی مشکلی دارید؟ برادر یک مشکلی بود اول حل کردیم زنازنی کردیم حل شد میاخه حل شد یک بالا کردن اینجا مهمونا جمع اومدن در چایخانه ظریفون خب انتظار آن است که ما چگونه نمایش رو ادامه میدیم مرحمت خب بحث و مناظره آید سگ و مرغ دیرتر باشد میخواهم که این لحظه از قاضی رحیموف سوالی رو پرسیده باشم که امروز در جامعه کنونی بعضا نفرها میخواهند که در ساحه حج دست زده باشند خب هر گونه صحنه ها پیشنهاد میکنن هر گونه سرودها پیشنهاد میکنن سرودهای حجی و دیگر مسائل قدیم میخوام از پیرانی کردیده سوال کرده باشم که خب چی باید کرد که حج رسالت خودش اجرا کرده تواند این خیلی گریم حیات هر روزی ما به حج نیست لیکن حج نگارایی که حاضر هستن همین انکدوتایی که گذشتگی همین میگیرن و سایکل میدین خیلی بازی میکنن خیلی دقت جلب کننده هم هست لیکن ایجاد از خودشون کمه اگر حج نگاری که به مانند عبیدالله رجب خودش ایجاد نکنن با مانند علاءالدین خودش ایجاد نکند عمری دراز نمیبیند این حج یک خصلتی خوبی دارد که باید حج نگار هم رئیسیار باشد هم رقص گذار باشد هم اکتیور باشد هم سوداگر باشد همه طرفا باید باشید همین حیات امروزه نگاه کردن خانوده از دفترچه گرفته ایجاد میکنی خودش پیدا میشد لیکن به طرز انکدوت گرفتن و ایا کس گرفته تقلید کردن و این پیش نمیره باید حجنگار همیشه در تلاطم جستجوی کافتن کار ایجادی باشد بسیارتر خواندن در کار بسیارتر از حجنگاران دیگر مملکت ها نگاه کردن در کار که چخیل اینها استفاده میبرن حاضر چی بسیار تکنیکا مردم اینترنت میگیره پگاه میگیره حج من گفتنی هستم که همین قدر آسان شدگی حجنگارای حاضر ده که ایا کسی دیگه میدوزن حاضر برومند میکنن مردم توش و شنیدن این میخندم مراتبی تکرار شد میخندم برای که دیگر حجنگارای هستن که خودش ایجاد میکنن خودش از حیاتی گذشته ها میگیرن از حاضران میگیرن این حج در ترکیبش نیشتر دارد گرچند که و یا تنقید باشه یا تعریف باشد یک راه درستی حیات نشون میدهد ظریفان محترم از سخنها برمیآید که حج باید مقصد خودش داشته باشد به مقصد یگام عامل نمیتواند که به هدف خیش رسیده باشد یعنی مضمون از پیشنهاد کردن حج نه به خاطر که خنده باشد به آن خاطر باشد که در زیر آن معنی های نهفته باشد کدام یک مشتری اومده است که خیلی اقوام میبرداره در چایخانه ظریفون از کاسه شوربه مشتری یک 20 لیره یافته شد تنگا خب فراشپس چایخانه ظریفون شما هستید وایس فراشپس پوستیسن شما گازنه چیکو کنیم ما ایره میگم واجی باید فکر بکنم که برای 5 سومه که برای همون کاسه شوربه میدهد چی از درونش کلیدی خانه برایت امسال از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیده است و طبیعی است که سیاحان از کشور ما هر لحظه آمدن میگیرند و دیدن میکنند خب ما فرهنگ بای و غنی داریم فرهنگ ما عبارت است از شاخه های گوناگون و یکی از شاخه های آن این لحن های گوناگون منطقه های گوناگون جمهوری تاجیکستان است
این لحظه هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه رودکی میخواهند با لحنی بدخشی سرود رو برای ما با رقصش پیشنهاد کنند. استقبال میگیریم. بهترین میشه. مرحبا. شما ده. سحر بر وقت یک مردک میخیزه میگه کار میرم سحر متاسکل از ودیر میگه دنگ 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 بانگ میگه میبرو حالش همه خنگت کرده رفته زای داره یا موسیچه را میزنه و نگاه میکنه موسیچه در زمین غلطگی تفا ریختگی میگه بیچاره موسیچه بگناه به همه خونه برام در خونه در دری قفس منو همه کی سوز شید و اویش میکنه پرا برا و آخی او بالا دای خدیره میبره در خونه در دری قفس بمونش میره و که موسیچه بعد یک ساعت بهش میره ایسوسی نگاه میکنه در دری قفس همه پنجره میگه آبا با فکر اومد تستیکل چی مرده چی منو ترمکم دو دیوانای در دیوانه خونه ناحیه رودکی جمع شده مصلحت میکنن میگن که همین بگو میگریزه ای دیوانه خونه بعد امرش هم میگه مایلش خست رفته دیوالا بین بلندیش درازیش چند قطره انا میگویم یک جویا مصلحت میکنیم با میگریزیم این دیوانه دیگریش خسته میره دیوال کوی بعد 2 ساعت میبیاد عرقو کشم ریختگی چی گپ شد چی گپ تیز گپ زن دیوال چند قدر در کجا جورا میگه گریخته نمیشه و ایجا برای چی؟ برای که دیوال عموما نیسته میگه در باغ دوستی دو عاشق با هم وا میخورن بعد دختر طرفی بچه میگوید که بیا با هم بازی میکنیم و میگه چه خلی بازی؟ میگه بیا بجا شوک و میگوید که نکیم یک شرط اگر کسی که یافت یک بوسه میکنه با بچه مایلش میگوید و با دختر میگه ایستو اگر که نیفتی من در پشتی درخت همین زن شو حتی فردانشون تو مهمونی میرن خیلی میرن مهمونی 2 روز میسن با پدر و مادر کودک یا جای دیگه مهمون میرن با کودک همه پسند میگه بچه جان
همین اوتا چی کارای؟ میگه اوتی من سود در کار میکنم. سود دا چی کار میکنم؟ سودیا؟ نه کابینت سودیا در ریمون میکنم. ای مردکای خوب، همین یه مردک در بالای اسب سوار رفته سای یک کایک غمش میتیا کایک همین میکن نمیشه همینجا گردنش میقبش هم تلیگوش میکنه میگه ای مردک اگر که سواره نمیخورد بره پیاده. در خاتمه نمایش چایخانه ظریفون یک سرودی بدیهه می شود و ما با بینندگانی که این لحظه ما رو تماشا میکنند خیر خوش میکنیم. تا برنامه های آینده شاد و پیروز باشید. برآمد سرودی بدیهه. رفتم دری دروازه قلفه زنجیر رفتم دری دروازه قلفه زنجیر زنجیرکی کج مانده یک دختری حصاری زنجیرکی کج مانده یک دختری حصاری ای دختر تو را پرسم بگو که چی نام داری ای دختر تو را پرسم بگو که چی نام داری نامک ما اگر پرسی نیسا گلی مرواری نامک ما اگر پرسی نیسا گلی مرواری نامک شا اگر پرسی نیسا گلی مرواری نامک شا اگر پرسی نیسا گلی مرواری ای بچه تو را پرسم بگو که چی نام داری ای بچه تو را پرسم بگو که چی نام داری نامک ما اگر پرسی زفر بکی دو تاری نامک ما اگر پرسی زفر بکی دو تاری نامک شا اگر پرسی زفر بکی دو تاری نامک شا اگر پرسی زفر بکی دو تاری چی مالو حال داری ای دختر تو را پرسم چی مالو حال داری یگاوکی خوب دارم چنگوز فندکی چاری 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 ای بچه تو را پرسم چی مالو حال داری ای بچه تو را پرسم چی مالو حال داری ده بوقه زور دارم یک اشتوری بلغاری 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 مزفری دو تاری من